دوستان عزیز، برای آموزش حلقه آستین ابتدا اون اندازه‌ای که ما لازم هست می‌بافیم. من اینو به عنوان شابلون نمونه بافتم. اون اندازه‌ای که من الان اینجا بهتون نشون میدم، برای حلقه جلو اندازه میگیریم، از کمر اندازه میگیریم تا زیر حلقه، تا اینجا زیر حلقه اندازه میگیریم، این اندازه میبافیم، یعنی اینو ادامه میدیم بافتمون تا برسیم به زیر حلقه که وقت حلقه انداختن. حلقه جلو و حلقه پشت متفاوته. برای حلقه جلو، برای شروع کارمون ابتدا ما برای کور کردن حتما حواستون باشه، برای کور کردن از رجمون حالت بافتمون بافت زیر باشه، یعنی از این طرف نباشه، از این طرف به روی لباسمون هستش که روبروی ما قرار میگیره. برای جلو ابتدا میایم برای کور کردنش ما 3 تا کور میکنیم. 1 2 انواع مدل‌های کور کردن هستش. شد 3 تا. ببینیم 3 تا کور میکنیم، میبافیم، میریم تا انتها. از این طرف هم 3 تا کور میکنیم. من میبافم میرم تا انتها، میبافم، خب ببینید الان رسیدیم به انتهای بافت. ادامه میدیم تا آخر تموم بشه. برای برگشتمون شروع میکنیم، این طرف رو کور میکنیم. این بیس کور کردن حلقه آستینه. میایم اینجا، 1 میندازیم روی نیل، 2 تا و 3 تا. بافت رو ادامه میدیم، میریم تا انتها. اینو تا آخر میبافیم. این بار رج قبل 3 تا کور کردیم، این بار 2 تا کور میکنیم. نخو میگیریم، 1 برمیگردیم، اینجا 2 تا کور میکنیم. همین عمل رو میریم این طرف هم انجام میدیم. این همطور که ادامه دادیم، از این طرف حلقه این بار بیایم 2 تا کور میکنیم. به این ترتیب تا به حال ما با این 2 تا میشه 5 تا کور کردیم. 2 تا میندازیم روی نر قلابچی میل، بعد دوباره یکی دیگه هم کور میکنیم. ببینیم به این ترتیب شد. ادامه میدیم بافت تا انتها. کلا ما یه 3 تایی، یه 2 تایی و یه دونه 1 کور میکنیم. خب همطور که ببینید اینم رسوندیم تا انتها. اینجا 3 تا کور کردیم، اینجا 2 تا کور کردیم و این بار یه دونه کور میکنیم که کور کردن حلقه آستین تمام میشه. ببینید یه دونه هم از این بر کور کردیم، دوباره میریم برمیگردیم، یه دونه هم از این بر کور میکنیم. من اینو توی حالت تصویری میگم خدمتتون. ببینیم رج اول 3 تا کور میکنیم، میبافیم، میریم تا برگشت میزنیم، میایم 2 تا کور میکنیم، باز میریم برمیگردیم، میایم 1 کور میکنیم. یعنی این حلقه به این طریق میشه. این طریق. برای پشت به این حالت هستش که اینجا ما میایم یه بار 2 تا کور میکنیم، میریم تا این طرف، 2 تا هم این طرف کور میکنیم. خب ببینید دوستان، من الان این حلقه آستین رو بافتم. این حالت حلقه که چی شد، اینو میبافیم تا
اندازه‌ای که قبل از اینکه درست 2/3 اگه اینو ما 3 قسمت کنیم 1 2 3 ما اینو باید تا اینجا ببافیم. تا اینجا که تا 3 قسمت 2/3 این بافتیم، یعنی 1 قسمت و 2 قسمت رو میبافیم. به اینجا که رسیدیم شروع میکنیم برای بافت یقه. برای بافت یقه از اینجا تا اینجا رو میایم تقسیم بر 2 میکنیم. اینجا الان مال من چیزی حدود 27 است. از اینجا تا اینجا که میشه 27 اینجا تا اینجا 27 تقسیم بر 2 میکنیم میشه 13 یعنی یه دونم اضافی میاد. این وسط کار رو پیدا میکنیم. ببین الان من 13 تا اینجا بافتم، 13 تای اینجا، این الان نمونه است، مال شما خب خیلی بیشتره. 13 تای اینجا هم برای سرشونه قرار میگیره هم برای نصف یقه است. میایم برای این 13 تای وسط چیزی حدود 6 تا 8 تا کور میکنیم، بستگی به تعداد زیادش داره. من الان اینجا ببین اینجا باید بیاین شما 6 تا کور کنیم. 2 4 6 8 10 تا این ور گذاشتم. وسط این یه بار میاییم 1 2 3 4 5 و 6 تا این وسط ما کور میکنیم. دونش میندازیم تو این زد. این میشه کور کردن اولیش. پس ما اینجا اومدیم 6 تا کور کردیم. از اینجا تا اینجا 6 تا کور کردیم. از اینجا دوباره میایم 4 تا یه بار کور میکنیم، 3 تا یه بار کور. ما این اگه بخوایم یقمون کاملا گرد باشه، اگه نه کم کم بخوایم باشه، از اینجا شروع میکنیم دونه دونه کور کردن تا به اندازه سرشونه. این اندازه سرشونه رو میگیریم، فرض میکنیم اندازه این سرشونه بر فرض مثلا اینجا مثلا 10 سانت باشه، 10 سانتی متر باشه. این 10 سانتی متر بقیه شما باید دونه دونه کور کنیم تا برسیم به سرشونه. به این ترتیب که من الان این 6 تا رو که کور کردم برای یقه گرد این دونه رو دارم، بافتم و ادامه میدم. به انتها که میرسم ببینید این طرفش هم طور صاف بافته میشه. برمیگردم رسیدیم به این کنار که کور کرده بودیم. این برای جدا میبافیم، این طرف رو جدا. اینجا دوباره میام، اینجا 6 تا کور کرده بودم، میام یکی دیگه و 2 تای دیگه اینجا کور میکنم. ببینید 6 تا کور کردم، 2 تای دیگه اینجا کور میکنم. این 6 تا کور کردم، دوباره میام اینجا 2 تای دیگه کور میکنم اینجا رو و بافتو میرم تا انتها. چون این بافت ما نمونه هست، 100% شما بافتی که انجام میدین بزرگتره، اندازه سرشونه هست و یقه رو جدا بافت میکنم. دوباره برمیگردم و باز این بار یکی دیگه کور میکنم. ببینید اینجا دوباره یکی هم اینجا دوباره کور کردم، یکی اینجا کور کردم. میرم
و باز هم اینجا یکی دیگه کور میکنم. این عمل رو انجام میدیم تا اندازه سرشونمون کور کردن رو ادامه میدیم. یا شما دور حلقه رو ببینید، الان من دوباره اینجا اومدم یکی دیگه کور کردم. پس شد یه بار 6 تا، 2 تا، یکی تا وقتی این ادامه میدیم تا اندازه سرشونمون باشه. مثلا این الان 10 سانته، من کور کردنم ادامه میدم تا حالت 10 سانت سرشونه باشه. این برای که کور کردیم این اندازه که کور کردیم برمیگردیم و کل اینو برای سرشونه چیز حدود از اینجا از این یکی چیز حدود 2 سانت تا 3 سانت ساده میبافیم، یعنی دیگه کور نمی کنیم. شما بهتره که این دور یقتون اندازه میگیرین، دور گردن، دور فردی که داریم این حالت دور گردن رو اندازه میگیرین، دور گردن تقسیم بر 2، 1/2 دور گردن رو حساب میکنید، با متر از اینجا اندازه میگیرید تا اینجا ببینید چقدره. مثلا اگه دور گردن ایشون 36 سانت باشه، 36 رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 18. از اینجا تا اینجا باید 18 سانت باشه. ما همیشه جلومون گودتر از پشت هستش. اینجا رو میکنیم 20 و اینجا میشه 16. 18 به علاوه 2 میشه جلو و خود 18 میشه پشت. معذرت میخوام، 18 به علاوه 2 میشه 20. 18 اینجا میشه 16. 18 منهای 2 میشه 16. پس این میشه جلو 20 و 16 میشه این پشتمون. این میشه پشت و اینم میشه جلو. پس ما اینو ادامه میدیم. وقتی به اینجا که رسیدیم برای سرشونمون شروع میکنیم به کور کردن. ببینید این حالت. بعد از این که شما 3 سانت ساده بافتین، اگه میخواین گودی یقه گردتون باز باشه 3 تا 4 سانت میبافین. اگه نه نمیخواین خیلی باز باشه 2 سانت میبافین. وقتی بافتین این 2 سانت هم بافتین تموم شد، بعد اینجا رو شروع میکنیم به کور کردن. به این ترتیب کور میکنیم که ببینید این حالت. این برای کور میکنیم. این دونه رو میندازیم با دونه بعدی یکی میکنیم. دوباره میندازیم داخل میل با دونه بعدی یکی میکنیم. باز همین حرکت دونه آخر رو کور میکنیم. ببینید به این ترتیب. این تا اینجا میشه این سمتی رقمش. ببینید البته من نبافتم، شما اینو باید ببافین تا اینجا، بعد اینو بگیرین کور کنید. خب حالا میایم این سمت میلمون. خب الان پس اینو انجام دادیم، تموم شد. فرضون تا سرشونه بافتیم، میایم این طرف میلو شروع کنیم کور کردن. برای اینکه این برا بیایم شروع کنیم نخمون رو میاریم از اینجا، یعنی قبل از این حلقه. ببینید میایم اینجا قبل از این حلقه از پشت در بیاریم نخو به این ترتیب. چون با قلاب هم میتونیم در بیاریم. اینو در میاریم، همینجا بهش گره میزنیم و بافتمون رو شروع میکنیم به ادامه دادن. سر این نخو داخل این بافت، اینو سر این نخو بیاریم داخل این بافت ها و مخفی میکنیم. سعی کنید حتما یه دونه قبل از یقه باشه که نختون
حتما این پشت باشه که به این لبه نیاد. این نخ و داخل اینا مخفی میکنیم. برای اینجا ما اینجا گفتیم 6 تا کور کرده بودیم، حالا میایم اینجا 2 تامون رو کور میکنیم. ما گفتیم که هر رجمون که میریم، چون ما این رج اومده بودیم تا اینجا شروع کرده بودیم، الان تو برگشتمون باید کور کنیم. یکی میندازیم روی میل و 2 تا. اینی که انداختیم ادامه میدیم مثل همون طرف. الان من یکی دیگه شم میگم خدمتتون، همون عملی که اون طرف انجام دادیم این طرف هم همون عمل رو انجام میدیم. برمیگردیم میایم و رج رو میبافیم تا انتها. دوباره شروع میکنیم از این طرف، دوباره یکی کور میکنیم به این ترتیب. یه دونه 2 تا رو هم میگیریم، نخو از داخلش رد میکنیم، ادامه میدیم همون عملی که اون رو انجام دادیم اینو مثل اون انجام میدیم، فقط تنها تفاوتی که داره این از رو میبافیم انجام میدیم. پس این ورم همین حالت میبافیم، همین حالت کور میکنیم. من تو ویدیوی بعدی خدمتتون دونه گرفتن اینو و حاشیه بافتن یقه رو آموزش میدم. خواهش میکنم ویدیوهای ما رو به دوستانتون معرفی کنید و سابسکرایب فراموش نکنید و پایین ویدیوهای ما لایکتون رو بزنید. من در خدمتتون هستم در ویدیوی بعدی. شما رو به خدا میسپارم.